بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله تعالى درس خود را دوام میدهیم از رساله 70 مسألة مهمة في الصيام، يعني 70 مسألة مهم آيدي روزة از آن شيخ عبد الله بن محمد بن حسين ابن محمد النجمي، الله سبحانه وتعالى امر محافظت کند. با تقدیم و تعلیقات شیخ علامه احمد بن یحیی نجمی، الله امر رحمت کند. موضوع درس امروزی ما آغاز می‌یابد زیر مسئله 53 فرموده است: المسألة 53 مسألة 53 هل يعتبر المذي مفسدا للصوم؟ آیا مذی را همچون ویران کننده روزه اعتبار داده می شود یا نه؟ مذی یا که مذی گفته آن آب را میگویند که یا که آن مثال نمی را میگویند که از مرد و از زن در حین غالب آمدن شهوت میبراید، در وقت شهوت میبراید که وی مذی نمی باشد، خصوصا در جوان ها. ذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه مفسد للصوم، یعنی حنبلی ها و مالکی ها بچنین معتقدند که یکی بچنین رأیند که مذی ویران کننده روزه است، لأنه خارج يمكن التحرز منه، چون که یک چیزی میبرآمدن است که یک طرحی است که میبراید از وی احتیاط کردن امکان هست. یعنی انسان میتواند که از او خودداری کند. وذهب الشافعية والأحناف إلى أن المذي غير مفسد للصوم. شافعی ها و حنفی ها بچنین رأیند که مذی ویران کننده روزه نیست. برای چی؟ لأن المذي لا يوجب الغسل، زیرا که مذی این موجب غسل نمی باشد، یعنی این آنی نیست که به سبب وی غسل چی شود؟ واجب شود. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي الله رحمتش کند فرموده است: عندما سئل عن المذي، هنگامی که وی را آیدی مذی سوال کردند، هل هو مفسد للصوم ام لا، آیا وی ویران کننده روزه هست یا نه؟ در جواب گفت که الجواب لا، نه گفت. لأن المذي مما تعم به البلوى، زیرا که مذی از جمله چیزهایی می باشد که یعنی که طلبات این بسیار شدگی است، یعنی که در بسیار حالتها چنین حادثه شدگی است. ولی انه یکثر خروجه عند الشهوه، چون که برآمدن مذی در حین در وقت شهوت بسیار می شود، بسیار روی می دهد. و بالاخص الشباب ذکورا و اناثا، خصوصا یعنی که جوانان با مثال گیریم پسر باشن و خواه دختر. لذلك فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم، بخاطر همین شده و را همچون فساد کننده و ویران کننده روزه اعتبار داده نمی شود. ولی انه لو كان مفسدا للصوم لبینه النبي صلی الله علیه و آله و سلم للناس، زیرا اگر آن ویران کننده روزه می بود روزه را ویران میکرد، البته آیدی این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم بیان و روشنی می انداخت. و بالاخص الشباب الذين كانوا في زمنه، خصوصا جوانانی که در زمان او صلی الله علیه و سلم بودند. ولا يمكن ان يترك الله شيئا يحتاج الى بيان فلا يبينه، هیچ ممکن نیست که الله چیزی را ترک کند که احتیاج به بیان باشد و را بیان نکند. وقد قال الله تعالی در قرآن در سوره توبه در آیه 115 فرموده است که و ما کان الله لیضل قوما،
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني الله یگان مردم را گمراه کردنی نیست بعد از اینکه آنها را هدایت بخشید تا اینکه برایشان بیان روشنی اندازد آنچه را که باعثی آن می شود که ایشان تقوا می کنند. و بالله التوفیق و از الله توفیق درخواست کرده می شود. المسألة الرابعة والخمسون مسألة 54 من نام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد الغروب هل يعتبر صومه صحيحا أم لا؟ یعنی مسئله 54 از آن عبارت است که کسی طول روز خواب رود و از خواب بر نخیزد مگر بعد از فرو رفتن آفتاب، روزی چنین شخص همچون روزی درست اعتبار داده می شود یا که نه؟ نعم. أجاب عن هذه المسألة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فقال وإذن مسألة شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي الله رحمتش كند جواب داده چنین فرمود هناك فرق بين النوم الخفيف والثقيل. در اینجا فرق است میان خوابی وزنین و خوابی گران، خوابی وزنین و خوابی سبک و خوابی ثقيل وزنین. و بین الاغماء القصير والطويل بين مدهوشی اندک و طولانی. فالظاهر أن النوم وإن كان طويلا فإنه يعتبر صاحب مكلفا لا يسقط عنه التكليف. يعني ظاهر آن است که یعنی که انق آن است که خواب اگر طول کشد صاحب آن را همچون مکلف حسابیده می شود، از عهده او یگان تکلیف ساقط نمی شود. ولكنه يرتفع التكليف مؤقتا، ولی فرمایش شریعت از او برداشته می شود موقتا. فإن كان متسببا في كثرة النوم، اگر خودش سببوار باشد در بسیار خواب کردن، فإنه يكون آثما بتسببه، البته وی گناهکار می شود به سبب سببوار شدنش. و این لم يكن متسببا فليس عليه في ذلك شيء، اگر خودش سببوار نباشد در این یگان یعنی که بالایش یگان گناهی یگان چیزی نیست. و علیه ان یقضی ما فاته من الصلوات فی حال النوم، و به او لازم می آید که آن نمازهای را که در حین خواب از دست داده است یا که از او فوتیدن و آنها را قضاگیشون بجا آرد و صومه صحیح و روزه او درست است. می فرماید بخلاف من حصل له حادث مروری اصاب الدماغ فاغمی علیه مدتا طویله، برعکس آن کسی که برایش یک حادثی ناگوار روی داده است، مثلا گیریم در راه مثلا میرفت به صدمه دچار شد و هکذا افتید، اصاب الدماغ سرش را زد فاغمی علیه مدتا طویله و مدتی طولانی از هوش رفت، فإن هذا يرتفع عنه التكليف قياسا على المجنون. البته از چنین کس تکلیف را به مجنون قیاس کرده برداشته می شود. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة، این آید این مسئله برای من چنین یعنی که روشن می شود. اما الاغماء القلیل فإنه ملحق بالنوم وبالله التوفیق، اما یعنی که مدهوشی اندک باشد البته وی را به خواب نسبت داده می شود. و بالله التوفیق، و از الله توفیق را درخواست کرده می شود. المسألة الخامسة والخمسون مسألة 55 من أفطر في المطار أو على الطائرة قبل إقلاعها، کسی که در فرودگاه یا که در داخل هواپیما پیش از پرواز کردن یا که پیش از برخاستن هواپیما افطار کند، ثم رأى الشمس بعد اقلاع الطائرة، بعد از که یعنی سپس آفتاب را دید، بعد از یعنی که هواپیما به بالا برخاستن پرواز کردنش، روزی چنین کس درست است. ولا قضا علی، بالای او یگان قضا نیست. ولا یلزمه ان یمسک اذا رأى الشمس،
و باکی ندارد بعد از آن یعنی که چی آفتاب را بیند خودداری کردن. لأنه افطر بعد حلول وقت الافطار، زیرا که باید افطار کرد بعد از فرا رسیدن وقت افطار و هو فی مکان قد غربت منه الشمس، چون که باید در حین افطار کردن در یک جایی بود که در همونجا یعنی آفتاب فرو رفتگی بود. و اذا غربت الشمس فافطر، وقتی که آفتاب که فرو رفت و افطار کرد. المسألة السادسة والخمسون، مسألة 56. إذا أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل ثم زادت المدة كأن تتجه الطائرة غربا. وقتی که هواپیما یعنی سملوت از جایش برخیزد پیش از فرو رفتن آفتاب اندک، یعنی حال فرو رفتگی نبود، بعد از آن مدت طول کشید که دیدن که هواپیما به طرف غرب پرواز کرده است، به اتجاه غرب رفته است. وقتی که به طرف غرب که رفت آفتاب فرو نمیشه، یعنی که فرو نمیشه بله می استاد یا که نه. فإن الصائم لا يفطر، شخص روزدار افطار نمی کند حتی تغرب الشمس، تا فرو نرود آفتاب. ولا عبرت بوقت البلد الذي سافر منه، یگان اعتبار ندارد اون وقتی که یا وقتی آن کشوری که از آن کشور و سفر را آغاز کرد. لأن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس، زیرا شخص روزدار تا آفتاب فرو نرود افطار نمی کند. و هذا ما حصل في مكان لم تغرب منه الشمس، این یعنی که آن چیزی هست که روی میده در یک جاهایی که آفتاب مثال گیریم فرو نمی رود. فلم يدخل وقت الافطار، و وقت افطار هم داخل نمی شد. والادلة على هاتین المسألتين، و دلیل ها این دو مسئله من کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اما من کتاب الله تعالی، اما دلیل از کتاب الله چنین است، در سوره بقره در آیه 187 فرمود قوله تعالی: و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، یعنی بخورید و بنوشید تا اینکه برایتان رشته سفید از رشته سیاه چی هویدا نشود، معلوم نشود. من الفجر یعنی تا صبح عنق نشود. ثم اتموا الصيام الى الليل، بعد از آن روزه را تا به آخر شب و اتمام رسانید، یعنی که برده رسانید. الله تعالی اباح لعباده بعد غروب الشمس الاكل او الشرب و اتيان النساء الى طلوع الفجر. الله تعالی برای بندگانش مباح قرار داد، یعنی اجازه داد چیکار کنن بعد از فرو رفتن آفتاب خوردن را و نوشیدن را و به زنها خفت خیز کردن را تا طلوع الفجر، تا دمیدن صبح. اما من السنه، اما دلیل از سنت چنین است. فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. يعني دلیل حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه که چنین فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت: وقتی که شب از اینجا می آید و روز از این طرف یعنی که و دنبال می رود و غربت الشمس و آفتاب فرو می رود، افطر الصائم، شخص روزدار افطار خواهد کرد. رواه البخاری و مسلم، حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند. نعم. المسألة السابعة والخمسون، مسألة 57. إذا أحست المرأة بأعراض الحيض من وجع أو انتقال ولم ينزل شيء إلا بعد الغروب فصومها صحيح. وقتی که زن حس کند آیدی نشانه های حیض، یعنی با نشانه های حیض حس کند، همچون بیماری درد یا که مثال گیریم پیچیدنی شکم و از او چیزی خارج نشده باشد مگر خارج شود بعد از فرو رفتن آفتاب، روزه وی درسته است. لأن الحكم معلق بوجود الحيض، زیرا اینکه حکم تعلق به وجودی
حیض میشه. تا آن دمی که حیض نیست یعنی که حکم کردن نمیشه باید که روزش خورد گفته یا که روزش باید باشه. فهمیده؟ و هو بروزه وجود حیض چی بوده است؟ نمایان شدنی حیض است. ولم یبرز و حیض باشد یعنی ظهور نشده است. قال شیخنا رحمه الله ان خرج شيء من الدم قبل الغروب ولا بدقيقه فانها تقضي. اگر یعنی یگون چیز خونه یگون خونه پیش از فرو رفتن آفتاب کسی که یک دقیقه هم باشد مثل خون برایت چیکار میکنه؟ همون روزش را قضاگیش میداند. المسألة الثامنة والخمسون مسألة 58 حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه. يعني مسألة 58 حكم کسی که بیمار بود و ماه رمضان وارد شد در آمد به او و روزه نگرفت وفات کرد بعد از رمضان، آیا قضاگی از او یگان کس میگیرد یا که از نام او یگان کس طعام میخوراند؟ اجاب عن هذه المسألة سماحة الشيخ ابن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال إنه هذه مسألة شيخ إمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله چنین جواب داده گفت تسکیه قال إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام. وقتی که مسلمان در بیماریش بعد از رمضان وفات کند یگان قضا بالایش نیست و طعام خورانیدن هم واجب و حتمی نمی باشد. لأنه معذور شرعا، زیرا در شریعت و معذور است، عذر دارد. و هكذا المسافر اذا مات في السفر، همچنین است مسافر چون در سفر بمیرد او بعد القدوم مباشرتا یا که مباشرتا بعد از سفر برگشته رسیدنش. اما من شفی من المرض وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عليهما. اما اگر کسی که از بیماریش شفا یابد و بی اهمیتی کنه در باره قضا حتی بمیرد، البته شرعی است یا که شریعت میفرماید برای اولیاهاش یعنی که همون ولیهاش یعنی خیشتبارش خیشاوندانش از نام آن دو قضاگی را دارند. بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آنجا که فرمود من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، کسی میمیرد برای او روزی قرضی باشد از نام او ولیش یعنی خیشاوندش چی روزه میگیرد. متفق علی صحتی، به صحیح بودن این اتفاق است. این حدیث بخاری مسلم روایت کردند. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما اطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين. یعنی اگر روزه گرفتن از نام این دو کس میسر نشود، از نام دو کس طعام داده می شود از ترکشان به هر روز یک مسکین را و مقداره یعنی که حجم همون مسکین چه حدی همون طعام کیلو و نصف کیلو جرام على سبیل المثال، یعنی برای مثال 1.5 کیلو داده می شود. گفتی سوداست شیخ می فرمد که هذه مرجوحه، این راجح نیست، این مرجوح است. الحق علیه قدر کیلو الا ربع، یعنی که حق آن است که بالای او واجب می شود 75 گرم کیلو و ربع، 75 گرم. نعم. المسألة التاسعة والخمسون ما حكم صيام 6 من شوال لمن عليه قضاء من رمضان. یعنی سوالی چند بود است؟ مسئله 59 چه حکم دارد روزه گرفتن 6 روزی شوال را روزه گرفتن برای کسی که قضاگی رمضان دارد؟ المسألة نعم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي وأيضا مسألة فرمود الجواب إن كان يمكنه أن يجمع بينهما فليبدأ بالقضاء. اگر میتوانست که میانی هر دو را جمع بیاورد، یعنی که هم
ماه شوال روزش داشته تواند و هم یعنی قضاگیش ادا کردن تواند با قضا آغاز کند و این کان لا یمکنه فلیصم السته من الشوال. اگر امکانی نباشد اول یعنی که 6 روز ماه شوال روزش میگیره. برای چی؟ لان وقتها مضیق زیران که وقتی ماه شوال تنگ می باشد و یؤخر القضا و قضا را تأخیر کنندن هم می شود، زیرا اینکه وقتی قضا موسع وسیع است. میگوید المسألة الستون، مسئله 60، ما حكم الحامل التي ينزل منها ماء وليس بدم. مسئله 60 چی حکم دارد زن حامله داره که از وی آب میبراید، این از اندامش آب میبراید ولی خون نیست. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. لجنه دائمه برای فتوا یعنی که کمیسی فتوا میدادگی در فتوا رقم فتوا 76549 گفت است که وقتی که واقعا همین طور باشد چقدر ذکر شد روزی او درست است، بالایش یگان قضاگی نمی باشد. این است. بارک الله فیکم. درسی امروزی ما از کتاب 70 مسئله مهمة في الصيام نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.